توی این مجموعه میخوایم با هم دیگه داروکا تمرین کنیم. علاوه بر این یه متد پیشنهادی هستش برای تویی که میخوای از صفر با من شروع کنی، چون به راحتی میتونی با نگاه کردن به این ویدیوها تمرین و تکرار اونها دستت رو برای تمرینات اصلیت آماده کنی. سلام، من آتنا هستم و این جلسه اول تمرینات روزانه داروکا هستش. یه پلیلیست جداگانه براش درست کردم. یادت نره که وقتی میخوای تمریناتت رو شروع کنی از جلسه اول شروع کن. اگه هیچ اطلاعی در رابطه با داروکا نداری، بهت پیشنهاد میکنم که حتما زیر نظر یه استاد و به صورت خصوصی داروکا رو یاد بگیری و شروع کنی. ولی من توی این جلسه یه توضیح مختصر و خیلی سریع و کوتاهی در رابطه با ضربه های ساز داروکا بهتون میگم که اگه تویی که یه مدت کار کردی، به هر دلیلی ادامه ندادی، یه خورده ضربه ها رو فراموش کردی، یه یادآوری هم برای تو انجام بدیم. اولین چیزی که باید بهش دقت کنیم پوزیشنمونه، این که اصلا سازو چجوری توی دستمون بگیریم. کمرمون صافه، ساز روی پای چپمون قرار میگیره. ارتفاع صندلیمون خیلی مهمه. ارتفاع صندلیمون نه خیلی باید بلند باشه نه خیلی کوتاه باشه. باید جوری باشه پامون که پای چپمون یه زاویه 90 درجه بده. بریم سراغ دست چپمون. دست چپمون 3 تا زاویه داره که برای شروع مناسب ترین و راحت ترین زاویه هستش که آرنجمون و مچمون توی یک راستا باشه و این قسمت نرمی دستمون روی پوستگیر ساز بمونه. زاویه دستمون هم باید جایی قرار بگیره که ساز داروکا رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کنه. پس نه اینجا میگیرم نه اینجا میگیرم، کاملا وسط، جوری که سازم به 2 قسمت مساوی تقسیم بشه. دست راستم هم که در راستای بدنم و به صورت آزاد، خیلی راحت. نماد دست چپمون L، همون لفت به زبان انگلیسی، و نماد دست راستمون هم R، رایت به زبان انگلیسی هستش. میریم سراغ شمارش انگشتامون. این انگشت شماره 1 مونه، انگشت شماره 2 و انگشت شماره 3 که ما توی داروکا با انگشت شماره 1 و انگشت شماره 3 هم برای دست چپ و هم برای دست راست کار داریم که اصطلاحاً بهشون میگیم ضربه های تک دست چپ، تک دست راست. قسمت لبه ساز قسمت منفی بهش میگیم که صداهای زیر رو میشنویم. قسمت میانه ساز هم قسمتی هستش که صداهای بم رو میشنویم و بهش قسمت مثبت ساز میگیم. مثلا اینم ضربه تکمون تو قسمت مثبته، اینم تک تو قسمت منفیه. تا اینجا یه یادآوری در رابطه با ضربه ها کردیم. از اینجا به بعد تمرین جلسه اولمون شروع میشه. ضربه تک 3 تا حالت داره. این ضربه هستش که از مفصله، میبینی کاملا از مفصله، مچم تکون نمیخوره. یه دونه ضربه هستش که از مچه و یه دونه ضربه هستش که حالت چرخشی داره. من مچم رو و قسمتی از ساعدم رو میچرخونم که ضربم رو بزنم. این برای دست راست هم به همین صورت هست. ضربه تک از مفصل داریم، از مچ داریم و حالت چرخشی. حالا بریم روی ساز این تمرینا رو انجام بدیم. دستمون رو میذاریم روی سازمون، انگشت شماره 1 مون از مفصل ضربه میزنیم 4 بار. 1 2 3 4. با من بزنین. شروع کن. 1 2 3 4. 1 2 3 4. بریم انگشت شماره 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ببینید مچم حرکت نمیکنه، فقط داره از مفصل ضربه میزنم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. این تمرینان رو میتونین حتی روی یک سطح صاف هم انجام بدین. یعنی اگر حتی ساز ندارین میتونین روی یک سطح صاف دستتو بذاری. 1 2 3 4. انگشت 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. بعد بریم روی دست راستمون. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. انگشت شماره 1. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. این کار رو توی قسمت منفی هم میتونیم انجام بدیم از مفصل، برای تو قسمت منفی اون صدا زیره رو میخوایم بشنویم.
انگشت شماره 3. جداگانه که تمرینای دست راست و چپمون رو انجام دادیم، میایم 1 2 3 4 1 2 3 4. بعد انگشت 3 1 2 3 4 1 2 3 4. انگشت 1 دست راست، انگشت 1 دست چپ. 1 راست 1 چپ، 3 راست 3 چپ، 1 راست 1 راست 1 چپ، 3 راست 3 چپ، 1 راست 1 چپ، 3 راست 3 چپ. خب حالا که تمرینمون رو با مچ مستقیم انجام میدیم، یعنی مچم میاد بالا و من ضربه رو میزنم. دست راست 1 2 3 4 3 2 3 4. حالا یه دونه دست راست، یه دونه دست چپ. 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا تمرین انگشتام به صورت چرخشی که میخوام انجام بدم، دستم میاد سمت خودم، انگشت 1مون ضربه میزنم. ببین وقتی میخوام 3 رو بزنم، این دستم به اون سمت رفته و با 3 برمیگرده، پس میشه 1 3 1 3 1 3 1 3. این چرخش 1 زمانیه که بعدش بخوام 3 رو بزنم اینجوری میچرخ. انگشت شماره 1 ولی وقتی بخوام فقط این ضربه 1 رو بزنم ولی به صورت چرخشی بزنم، همینجا میمونه، این دیگه بر نمیگرده. پس وقتی بخوایم 1 و 3 رو با هم بزنیم، 1 3 دستم کامل میچرخه. ولی فقط میخوام ضربه 1 هم چرخشی باشه، همینجا وای میسته. برای دست راستمون هم به همین صورت 1 3 1 3. ببین دستم میچرخه، برمیگرده.